سید مراد ایشانوف یک ساکن جماعت چلگزی اسفره و پدر 4 فرزند روز 1 مای در عین اوج مناقشه‌های خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان دستگیر شده است و اینک بیش از 2 هفته باز در ولایت بادکند در بازداشت قرار دارد. قابل جان عظیموف برادر سید مراد به آزیا پلوس گفته است که برادرش روز 1 مای از چلگزی به محله دوستی دهه باغستان برای خبرگیری کودک نوزادش رفته بود، ولی 2 ساکن دهه روات قرقیزستان او را دستگیر کرده به مقامات قرقیز سپاریدند. محله دوستی دهه باغستان را از روات همگی یک جویبار بتونی جدا می کند. همسرش 3 روز پیش تولد کرده به دهه باغستان نزد مادرش رفته بود. برادرم برای دیدن آنها رفت. از آنجا 2 شهروند عادی قرقیزستان او را به حدود خود گذرانیده برده به میلیسای بادکند سپاریدند، میگوید قابل جان عظیموف. به گفت او کارمندان میلیسای ولایت بادکند برای رهایی برادرش $4000 طلب دارند. قابل جان عظیموف در نامه‌اش به رئیس شهر اسفره و رئیس ولایت سوغد نوشته است که آنها از حساب استاگی روز میبرند و توان پرداخت چنین پول زیاد را ندارند. ولی نورالدین کریموف رئیس جماعت چلگزی شهر اسفره در صحبت به آزیا پلوس قضیه را کمی دیگر تصویر کرده است. شب 30 اپریل آتش بس اعلان شد. روز 1 مای به خانه کدام شناس قرقیزش گذشته رفته است. آن روز نظارت جدی بود و ما خودمان هم یگان قرقیز را اجازت گذشته نمیدادیم. چه خیل شده است و گذشته است رفته است. آنجا سرحد تنها یک جویبار جدا میکند، از آنجا گذشته است. حالا با جرم ویران کردن سرحد دولتی آنها پرونده کشودند. من این مسئله را به مقامات انتظامی و 3 روز پیش به معاون اول وزارت کارهای داخله‌ام آمده بودم گفتیم. حالا مسئله چطور آوردنش را اندیشیده ایستاده‌ایم. در پایان ماه اپریل در مرز اسفره و باباجان غفوروف تاجیکستان با ناحیه بادکند و لیلک قرقیزستان مناقشه خونین سر زد که با دست کم 55 کشته و حدود 240 زخمیش پرقربانی ترین مناقشه در تاریخ هم مناقشه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان و هم در تاریخ تمام مناقشه های مرزی 10 ساله های آخر در آسیای مرکزی دانسته می شود.